خفن‌ترین و سوپرترین پاور شوت های FC 25 روز قرار داخل این ویدیو یکی از خوشگلترین و سوپرترین و خفن‌ترین پاور شوت هایی که تا به حال در FC 25 زده شده رو امروز قرار داخل این ویدیو ببینید و مثل ویدیو قبل اگر ندیدید حتما برید ببینید. قراره به این بازیکن ها نمره بدیم، یعنی به 5 تا بازیکن که بهترین بودن نمره میدیم و ببینیم کی سوپرترین و خوشگلترین پاور شوت ها رو میزنه. پس با ما همراه باشید و مثل همیشه لیتس گو. خب اومده اولی چالش از بازیکن منچستر سیتی و ببینیم چطور شوت رو میزنه گابریل توی دروازه. همین الان اول بازی پرقدرت شروع شد، یعنی گابریل بازیکن منچستر سیتی آوری که می‌بینیم گلش رو چقدر زیبا زد. یه سان اینهو روبن و کی بود بازیکنان بایر مونیخ بودن اسمش یادم نیست، عین اونا شد زد. خب بازیکن بعدی کی هستش؟ فکر کنم کریستیانو رونالدو باشه. خدای پاور شوت ها توی دروازه. بابا این رونالدو دیگه، این دیگه رونالدو آجی خورده میدم 10 بار دیگه پاور شوت نشون میده دیگه، بهتر از این پیدا نمیکنه. شما ببینید چجوری از اون سر دنیا یه پاور کوبون تو سولاخ دروازه‌اش. ببین اینو موشک. اوکی حتما مثل ویدیوی قبلی اگه ندیدید ببینید. قراره بهش نمره بدیم بازیکن ها، البته ببینیم چه بازیکنایی هستن. تا الان که نظر بنده کریستیانو رونالدو خیلی هم سوپر زد. خب بعدی کی هستش؟ نشون نمیده. خب رشفورد چی زد؟ چقدر سوپر زد رشفورد. ببینیم یا دیگه یه پاس پشت پا از اون سر دنیا یه شوت ول کرد رفت به این سر دنیا. تا دروازه‌بان هیچ کاری نکرد. ادرسون خوش کیسد. پاس پشت پا چقدر سوپر بود آجی، چقدر قشنگ بود. این گل ها تو FC 25 آجی بازی میکنی به رفیقامون بزنی از تحت فشار سکته میکنن. اوکی آجی دیدین دیگه همیشه رشفورد طولش میده. خب برو بعدی دیگه. اوکی کی هستش؟ الینگ هالند هستش. قرار این شوتو بزنه. هالند چقدر سوپر زد. دقیقاً همون فاصله که کریستیانو رونالدو بود هالند بود، فقط هالند بهش پاس زد و رونالدو اینجا یه اینجوری توپ رو گرفت و یه شوت زد توی دروازه. هالند هم خیلی سوپر زد. سوپر بود آجی هالند، خیلی قشنگ بود. نمیدونم آجی پاور شوت آجی خشه برگردون پاور. وای یه بار من اینطور گل دیدم آجی شب نخوابیدم به رفیقا، خیلی سوپر بود. بعدی کی هستش؟ آجی نیدم رحیم محمد صلاح بود آجی، گلش نیدم. یک بار دیگه بهم نشوندی من نوکرتم هستم، فقط یک بار دیگه بهم نشونده عزیزم من ندیدم چون داشتم اسم تخمیتو پیدا میکردم. خب محمد صلاح چیکار کرد یه چی؟ چطور توپو کنترل کرد؟ آجی پشمام با پشت پا چقدر سوپر زد حاجی صلاح. کاری به دور بودن شدم خیلی سوپر زد. بعدی رونالدو تمام حاجی سوپرتر این نداریم. من گفتم یه برگردون میاد، گفتم رونالدو چند بار میاد، بهتر از این نداریم حاجی. عشق فقط رونالدو سلطان پاور شوت، سلطان برگردون، سلطان کاشته، سلطان گل‌های سوپر. اصلا این بازیکن چی هستش؟ من عاشق کریستیانو رونالدو هستم. البته اینا بهتون بگم نکردم مسی رو دوست داشته باشم، اما کریستیانو رونالدو بالاخره بهتره مسی هستش. خب بعدی کی هستش؟ بازیکن رئال مندی پاس میده به کاماوینگا هم یه سری زیبا میندازه برای والورده، دوباره بازم کاماوینگا، حالا برای بیلینگام چقدر قشنگ زد. چقدر این بیلینگام سوپر زد آجی، چقدر این بیلینگام سوپر زد، یعنی خیلی قشنگ بود آجی، سوپر بود. گل بیلینگام هم سوپر بود، ولی به نظر من تا اینجا میتونم بگم رونالدو بازم اول هستش، چون واقعا گلی که رونالدو زد خیلی سوپر بود از نظر پاور شوت. ولی اگه میخوام از نظر خوشگلی آجی حساب کنیم بازم رونالدو برگردون و بعدیش هم محمد صلاح بیناموس. بیلینگام هم خیلی سوپر زد، توپ کات بلش به دروازه‌بان هم گیت شد، اصلا
یه بازیکن بود که آجی اصلا نتونست دروازه‌بان هیچ کاری بکنه. فکر کنم رشفورد بود که رو سیتی بود. خب بعدی از بایر مونیخ. اوکی گنبری سری فاصله به جمال موسیالا، موسیالا به هری کین. هری کین آجی سوپر زد، قشنگ زاویه بسته. اینجا زاویه بسته واقعا کارو سخت میکنه، همه که نمیتونه زاویه بسته گل بزنه، اما هری کین زد. اما واقعا هری کین بین این هایی که ما دیدیم واقعا ضعیف بود آجی، واقعا ضعیف بود، واقعا خیلی کاری کرد ضعیف بودش. اما نسبتا زاویه بسته گل زدن واقعا کار سختیه. اینو من بلد نیستم، یعنی من اگه تو این موقعیت تا بشه یا پاس میدم یا الدو رو میگم یه شوت ناناس میزنم دروازه. خب آجی هری کین برو دیگه ناموسن، بس دیگه کسچه نگو، برو بعدی. اوکی بعدی کی هستش ندیدم؟ لواندوفسکی. نه لواندوفسکی نیست، چرا لواندوفسکیه؟ لواندوفسکی بوم. نه آجی لواندوفسکی هم اون چنانی که من به دلم بشینه نبود. نه لواندوفسکی به دلم نشست، نه هری کین به دلم نشست. هیچ کدوم از این بازیکن‌ها یاد به دلم نشستید. پاورشوت هم بود، قشنگ هم بود، اما میدونید چیه؟ هم به دلم نشست. واقعا میگم اصلا زیاد برام چی نبود. اوکی خب وقتی دیدم نشسته خب نیست شو بعدی دیگه کس. اوکی خب بله دیدم، برو دیگه ناموسم بابا ول کن دیگه، شادیشه چی میخوام چیکار. اوکی بعدی کیه؟ آقا نیمار. به به نیمار قراره چیکار کنه؟ نیمار از اون فاصله بزن آجی دیگه، نزدیکتر نیا ناموسم. نیمار اومد دوم، نیمار شد دوم، عالی زد حاجی بیناموس، خیلی قشنگ زد. چه دریبلی کرد که بازیکن قشنگ مغزش از اینجا چسید، مغز بازیکن گوزید. صداش من تو میکروفون دارم میشنم گوزیدن مغز بازیکنو. نیمار حاجی چقدر سوپر دریبل زد حاجی ها، خیلی قشنگ دریبل زد. نه که یه بار دیگه دریبلش نشون بده. یه نه هیچی، چقدر سوپر زد آجی. ولی نیمار هم خیلی قشنگ بود، من میتونم بگم رتبهش اومد دوم. اوکی دروازه‌بان که باشی برو با این کله ایگره قرم استاق. بعدی کی هستش؟ بعدی دیگه در کار نیست، تمام شد ای جان. خب رتبه پنجم رو کسی نمیگیره جز محمد صلاح، با این که استوپ خیلی زیبایی داشت اما گلش نچنان دور بود، نچنان پاور شد، پس رتبه پنجم رو گرفت. رتبه چهارم خب گابریل هستش در منچستر سیتی که اما اول دیدیم که واقعا ارزش چهارم شدن رو داشت، چون هم فاصله خیلی زیاد بود هم پاور شوتش واقعا سوپر بود، پس رتبه چهارم داشت. رتبه سوم کسی نیست جز رشفورد که باز هم ارزش رتبه سوم رو داشت رشفورد، چون واقعا هم از راه دور بود، هم پاس گل پشت گلی که بهش پشت پایی که بهش دادن خیلی سوپر بود، پس رشفورد هم شد سوم. رتبه دوم هم کسی نیست جز نیمار جونیور با دریبلی که کرد و شوتی که خودش داد، نه بدون پاس گلی نه بدون هیچی، طبیعتا رتبه دوم رو گرفت، چون واقعا هم فاصله خیلی زیاد بود، هم توپ روی پای نیمار نشست و رفت گوشه دروازه. اما باید بگم رتبه اول کسی نیست جز کریستیانو رونالدو که دو تا پاور شوت زد که هر دوتاش هم واقعا سوپر بود، یکیش از اون فاصله با استوپ خیلی زیبا و دیگری هم با برگردون زدن رتبه اول رو برای خودش ثبت کرد. واقعا که ارزش اول شدن کریستیانو رو داشت، واقعا اول شدن برازنده شه. خب دیدیم نشونتون هم دادم دیگه، دیدید چه بازی کنی اول شد دوم شد. اگر بد بود ببخشید، اگر خوب بودم که بازم ببخشید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار، سعی میکنم زودتر ویدیو ببینم، کسی که خوشش نمیاد حتما همونجوری که تو کامنت قبلی گفتید بگید تا من مشکلم رو رفع کنم تا شماها خوشتون بیاد. من دارم ویدیو خودم نمیگیرم بشینم اینجا ببینم که از خودم گفتم که خول نیست، دارم برای شما درست میکنم، پس حتما مشکلی که ویدیوم داره شماها بگید و خدا نگهدارتون تا ویدیوی دیگر.